کشورهایی که نفت و گاز دارند مالیات ندارند. بحرین، کویت، عمان، امارات، عربستان و قطر نرخ مالیاتشان صفر است. از طرف دیگر کشورهایی که مالیات بالا دارند بالاترین رشد اقتصادی را هم دارند: فنلاند، سوئیس، دانمارک، هلند، انگلیس و ژاپن. آنهایی هم که از کالا و خدمات هم مالیات میگیرند همان مالیات بر ارزش افزوده در ایران. بالاترین رفاه و شادی اجتماعی را تجربه می کنند: دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند. فرقی ندارد پول مالیات باشد یا پول نفت و گاز، هر چه که باشد در نهایت خرج خود مردم خواهد شد. اما ما به اندازه ثروتمندترین کشورهای خاورمیانه نفت و گاز می‌فروشیم. به اندازه بزرگترین اقتصادهای دنیا مالیات بر درآمد می‌پردازیم. به اندازه شادترین کشورهای دنیا مالیات بر مصرف می‌دهیم و به اندازه فقیرترین کشورهای افریقایی در فلاکت به سر می‌بریم. این دیگر عدم کفایت یا سوء مدیریت نیست، بلکه دزدی است. دزدی از جیب یک ملت، آن هم در روز روشن.